سلام به شما دوستان عزیز. در این ویدیو می‌خواهیم به معرفی کتاب ضخیم‌دوز زنانه، الگو و برش به روش متریک بپردازیم. این کتاب تألیف خانم معصومه محمدی الغار میباشد. کتاب در قالب 9 فصل تألیف شده. هر فصل متناسب با استاندارد دارای درسنامه همراه با تصاویر مرتبط می باشد. در پایان کتاب مجموع سوالاتی متناسب با آزمون‌های سازمان فنی و حرفه‌ای همراه با پاسخنامه در نظر گرفته شده. همچنین تصاویر رنگی مرتبط. این کتاب در مجموع دارای 176 صفحه می باشد. کتاب رو میتونید از فروشگاه ما به آدرس کتاب حس خوب تهیه بفرمایید. ممنون از همراهی شما.